به نام خدا توی این ویدیو میخوایم تعمیر غذاساز یا خردکن زومیتو بهتون آموزش بدیم. این دستگاهی که برای ما آوردن مشکلش اینه که کار نمیکنه، یعنی هر کدوم از این کلیدها رو که فشار میدیم عملی انجام نمیده. نکته‌ای که این اول به شما بگم، یه سری از این خردکن‌ها یا غذاسازها هستن که به صورت جدا شما نمیتونید اینو روشن کنید، یعنی زمانی که کلیدش هم بزنید روشن نمیشه. چرا؟ چون اینجا رو اگر دقت کنید ما دو تا زائده داریم. حالا این زائده ها مختلف هست، بعضی موقع میبینیم یکی یا سه تاست. به خاطر اینکه زمانی که توی جاش قرار میگیره این تحریک میشه، یعنی به سمت داخل فشرده میشه، یه میکروسویچ هست و بعد اون موقع برق موتور میتونه وصل بشه. یعنی اگر یه غذاساز سالم هم شما بردارید اینجوری فشار بدید احتمال اینکه روشن نشه هستش. برای اینکه بخواید تستش کنید میتونید اینو توی جاش قرار بدید یا اینکه یه کسی اینو براتون فشار بده و بعد شما دگمه‌شو فشار بدید. میبینید این الان وصل نمیشه. خب میخوایم اینو باز کنیم. دقت کنید پیچایی که برای اینجا استفاده شدن 3 سو هستش، 4 سو نیست. بیارم جلو، 3 تا شاخه داره، یعنی این پیشگوشی بهش میخوره. 4 سو نمیره. شما اگر 3 سو نداشتید میتونید از این پکیج های پیشگوشی که من اینجا استفاده کردم استفاده کنید. سر 3 سوشو در میارید و این پیچاشو باز میکنه. من این پیچاشو باز کنم. خب دوستان من پیچاشو باز کردم، اینو در میاریم. دقت کنید اینجا چیزی ما نداریم. این کلیدها رو هم اگر دقت کنید در واقع داره این زائده ها رو به سمت بالا و پایین فشار میده که این زائده ها میان روی این میکروسویچ هایی که اینجا قرار گرفتن. یه میکروسویچ ما اینجا داریم، یه میکروسویچ هم اینجا داریم. در مرحله اول اگر دستگاهی برای شما آوردن که کار نمیکنه، اول از هر کاری این سیمش رو باید تست کنیم. من اوهمتر رو در حالت تست بوق قرار میدم. سیم ها رو به صورت جدا تست کنیم، چون خیلی از خرابی ها از همین سیم هست و شما میرید جای دیگه درگیر مدارش میشید. الان اوهمتر در حالت تست بوق، ببینید این بوق میزنه. من سیم هاشو میخوام جدا تست کنم. ببینید این سیم با این میزنه، این سیممون وصله. این یکی سیمم بگیریم به این پایه، درسته. خب این سیممون بس مطمئن شدیم که سالمه، مشکل از سیم نیستش. اینجا ما یه خازن میبینیم و یک مقاومت. معمولا تو بعضی از دستگاه ها اینو قرار میدن، این اصلا مهم نیست. این خازن اینجا نقش نویزگی رو داره، یعنی پارازیت هایی که توسط موتور ایجاد میشه رو میخوابونه. اگر این خازن نباشه مثلا ممکنه اگر این دستگاه رو روشن کنید مثلا تلویزیونتون خاموش بشه یا کانالاش عوض بشه. چرا؟ چون یه پارازیتی رو به صورت امواج الکترومغناطیس داره از خودش ساطع میکنه. خب بس مشکل از این نیست. مشکلی که برای اینها ایجاد میشه یا این میکروسویچ ها خراب میشن. من بیارم جلوتر. دقت کنید این میکروسویچ ها چون ولتاژ رو رد میکنن ممکنه بعد از مدتی کار این پلاتیناش از داخل دچار خرابی بشن. تست میکروسویچ هم اینجوریه که این دوتا پایه زمانی که کلید رو فشار میدیم باید به هم بوق بزن و هیچ اوهمی نداشته باشه. اینجا ما یه میکروسویچ داریم که میکروسویچ های ما دقیقاً همون دوتا کلیدی که روی قاب دستگاه بود میومد اینا رو فشار میداد. بعد این دوتا میکروسویچ رو باید تست کنم و بعد میریم مرحله دیگه ببینیم اینا سالم هستن یا نه. خب الان اوهمتر در حالت تست بوق هستش. ببینید من این دوتا سیم اوهمتر رو میزنم اینجا و بعد کلید رو فشار میدیم. زمانی که صدای تق میاد باید صدای بوقم از اوهمتر شنیده بشه. دقت کنید به اوهمی هم که نشون میده دقت کنید. ببینید این الان تقریبا 6 دهم اوم داره نشون میده، ولی یه وقتایی میبینید مثلا وصل میکنه ولی یه اوم زیادی رو داره. حالا این سمت من اومش رو بگیرم تست کنم. اینجا ببینید یک و اینم تقریبا خوبه، سالمه. یه وقتایی پیش میاد اینو شما میزنید این میکروسویچ عملکرد خوبی نداره، یعنی چندین بار باید اینو بزنید. حالا من این میکروسویچ رو یکیشم باز میکنم. این میکروسویچ های ما سالمه، پس مشکل از میکروسویچ نیست. ولی من چون کلیپ آموزشی یکی از این میکروسویچ ها رو میخوام از سر جاش در بیارم و برای شما تست بگیرم. خب ببینید دوستان من الان این میکروسویچ رو از سر جاش خارج کردم. این قسمتش اگر دقت کنید ما یه زائده‌ای مثل خار داریم، یه پیشگوشی 2 سو میندازید زیرش. ببینید این الان این سمتش آزاد شد، این سمتم به همین شکل آزاد میکنم به این شکل. دقت کنید. بعد این کاور روش رو برمیدارم، این که میذارم پایین. دقت کنید این داخل میکروسویچ است، به این شکل این وصل میکنه. یه وقتایی از جریان
عبوری خیلی زیاد هست، این پلاستیک این قسمت ذوب میشه و این جای پلاتین تغییر میکنه و به خوبی پلاتین ارتباطش برقرار نمیشه. شما ها میتونید اینجا رو یه مقدار تمیز کنید و اسپری شستشو هم بزنید به این قسمت. دقت کنید من الان یک دونه از این اسپری شستشو آوردم، به این قسمت یه مقدار اسپری میکنیم. زمانی که اسپری کردید یه مقدارم با نوک پیشگوشتی بین این پلاتین رو تمیز میکنید تا سولفاته چیزی باشه از بین بره. دقت کنید به این شکل وصل میشه. برای جمع کردنش هم اینو کافیه بذارید سر جاش، اینجا به این شکل قرار میگیره و بعد روکش رو من میارم سر جاش قرار میدم به این شکل. این الان فیکس شد. خب مشکل بس از این میکروسویچ هم نیست، من اینو سر جاش قرار میدم به این شکل. این سیما رو هم سر جاش سعی کنید قرار بدید. خب مشکل بعدی که میتونه داشته باشه، اینجا رو دقت کنید، زیر این بستای کمربندی یه قطعه قرار داده شده. ما باید اینو برداریم. معمولا اینا یا فیوز هستن یا ترموفیوز هستن. برای چه مواقعی استفاده شده؟ زمانی که موتور بیش از حد داغ کنه این ترموفیوز ها میسوزن و دیگه موتور نمیتونه کار کنه. این برای حفاظت موتور از این نوع ترموفیوز ها استفاده میشه. من این بستاشو جدا کنم و بیایم با هم اینو تستش کنیم. اینجا هم یه مقدار حالت لاک زدن که این خوش شده چون به سیم لاکی ما وصل شده. اینو چسب میزنن، چسبیده. دقت کنید این سیم وصل شده به قسمت زغال ما. من اینو یه مقدار بتونم جدا کنم. دوستان من این سیماشو جدا کردم. دقت کنید یه تیک وارنیش روی این بود، این وارنیش روی این قرار گرفته بود. من اینو شکاف زدم، اینو برداشتم جدا کردم. بعد بیارم جلو. دقت کنید این چیزی نیست، یه چند دور سیم پیچیده دور این فریت. این فریته. این برای باز هم گفتم برای اینکه این نویز کارکرد دستگاه رو بخوابونه استفاده شده. فریت هستش. داخل سیم شارژرتون، شارژر لپتاپ اگر داشته باشید یه چیز برجستگی داره روی سیم. این در واقع مثل همین هستش. خب بس این مشکل از این نیست. اینجام که محل اتصال سیم لاکی هست به این سیمی که به اینجا وصل شده. اینجا هم یه روکش حرارتی نسوز داریم. این روکش رو من یه مقدار اینجاشو کندم رسیدم به اینجا. این روکش رو هول میدیم، یه مقدار میبریم عقب‌تر. فقط حواستون باشه این یا روکش رو برش بزنید یا اینکه با احتیاط اینو هول بدید سمت جلو به این شکل. من روکشش رو یه مقدار برش زدم. دقت کنید این قطعه‌ای که اینجا میبینید ترموفیوز هستش. ما هم ترموفیوز داریم. ترمو از دما اومده، یعنی این فیوز هستش. زمانی که به اون دمای خاصی که روش نوشته شده برسه میسوزه. یا نوع دیگه داریم ترمو سویچ، یعنی به اون دما برسه قطع میکنه، دماش بیاد پایین مجددا وصل میکنه. ولی اینجا دیگه ترموفیوز هست، یعنی به اون دما برسه دیگه میسوزه، به هیچ عنوان وصل نمیشه. برای حفاظت موتور هست. دقت کنید روش یه نوشته داریم. اینجا زده 121 سانتیگراد، یعنی این اگر دماش به 121 درجه برسه این ترموفیوز قطع میکنه. پایینش هم یه نوشته دیگه داریم زده 10 آمپر، یعنی این میتونه 10 آمپر رو از خودش عبور بده و 250 ولت هستش. اگر اینا بسوزن میتونیم دقیقاً با این مشخصات برید شما بگید آقا یه ترموفیوز میخوام 120 باشه درجهش، 10 آمپر هم باشه، یه نمونه جایگزین کنیم. حالا تست این ترموفیوز به چه شکل هستش؟ با اومه دو سرش باید بوق بزنه. اگر بوق نزد یعنی این ترموفیوز سوخته. حالا من اینو تست کنم. خب اومترمون در حالت تست بوق هستش. ببینید خالی به هم بوق میزنه. من اینو میذارم دو سر این ترموفیوز، ببینید قطع هستش. خب یکی از مشکلاتی که الان ما داشتیم این بود، این زمانی که قطع باشه برق به استاتور یا همون بالشتک ما نمیرسه و میدان مغناطیسی ایجاد نمیشه. این قطع هستش. حالا برای اینکه تستش کنیم ببینیم مطمئنا باز از این ایراد یا ایراد از چیزای دیگه میتونه باشه، کافیه یه تیکه سیم فعلا موقت اینجا بذاریم ببینیم آیا موتور روشن میشه یا مشکل داره. من یه تیکه سیم لاکی اگر دقت کنید اینجا مشخصه، یه تیکه سیم لاکی از اینجا من وصل کردم. دقت کنید سیم خیلی نازکه، سیم لاکی. یه رشته از اینجا وصل کردم به اینجا و میخوایم با هم تستش کنیم. سیم لاکی رو از کجا برداشتم؟ از داخل این آرمیچر هایی که سوختن. من یه تیکه از این سیم لاکی این وصل کردم. خب الان من اینو به دو شاخه برق وصل کردم، میخوایم با هم تستش کنیم. خب دقت کنید
این یکی از دورهاش هست، این هم یه دور دیگه. ببینید این دورش دور آروم هست، این سریعتر هستش. حالا چرا این ترموفیوز سوخته؟ احتمالاً وسیله یا اون چیزی رو که خواستن خورد کنن خیلی سفت بوده، موتور زمانی که کار کرده فشار بهش افتاده و این سیم پیچ اینجا، این سیم لاکی ما گرم کرده و این دماش به 120 درجه رسیده و این فیوز ما قطع شده. حالا دقت کنید اینجا ما گیربکس داریم و سفت بودن و چرخش این گیربکس هم میتونه روی جریان کشی موتور و گرم شدنش تاثیر بذاره. داخل اتو هم ما از این ترموفیوز ها داریم. دو تا پیچ موتور رو باز کنم ببینیم گیربکسش به چه شکل هستش. من این دو تا پیچی که بسته شده بود اینجا رو باز کردم، میرسیم به اینجا. 3 تا پیچ کوچیک ما اینجا داریم. این 3 تا پیچ من شل کردم. معمولا چیزی رو که بار اولتونه باز میکنی شناختی ازش ندارید، یه علامتی چیزی بزنید به این شکل که موقع جا زدن دیگه با مشکل روبرو نشید. اینو من بر میدارم. ببینید اینجا دنده هاشو کنترل کنید. یه وقتایی میبینید یکی از این دنده ها شکسته یا یکی از این دنده های اینجا، این دنده ها رو کامل بررسی کنید. اگه یکی از این دنده ها شکسته باشه ممکنه همین باعث شده باشه که این ترموفیوز بسوزه، یعنی موتور میچرخه اینجا یه مقدار گیر میکنه و ترموفیوز میسوزه. اینا رو حدالامکان الان خودش چرپ هست، یه مقدار روغن بزنید. مهمتر از اون این قسمت رو الان دقت کنید، من بیارم جلوتر. اینجا رو دقت کنید، این شفت موتور هست و این قسمتش اگر دقت کنید بلبری نیستش، بوش هستش. این یه قسمت اینجا رو یه چند قطره روغن بزنید، چون مشکلاتی که برای این موتورها ایجاد میشه اینه که این بوش اینا بلبری نیستش، خوش میشه و کم کم گشاد میکنه. زمانی که گشاد کنه آرمیچر ما به استاتور برخورد میکنه و موتور دیگه قدرت کافی رو نداره. چند قطره روغن به اینجا میزنیم، به این شکل، به این شکل میاد روی سوار میشه. روی گیربکس رو ببندم به این شکل. علامتی هم که زدیم کنار علامت قرار بگیره. تأثیری نداره یا، ولی شما سعی کنید به این کار عادت کنید تا همیشه یادتون باشه. من پیچاشو ببندم. اینجا هم دقت کنید، اینجا هم خیلی خشک هستش. یه چند قطره روغن میزنیم که این راحت شفتش داخل این بوش بتونه به راحتی بچرخه. این هم من دارم میچرخونیم به این شکل. حالا چرا این ترموفیوز سوخته؟ یکی از علتاش هم من الان بررسی کردم، متوجه شدم این کاورش کیپ هستش، اصلا مسیری نداره برای عبور هوا. به خاطر همین یه مدت زمان طولانی ازش استفاده کردم و این ترموفیوز سوخته. میتونید یه مقدار این دمای ترموفیوز رو بالاتر در نظر بگیرید. الان مال خودش 120 بود، شما یه 140 150 در نظر بگیرید که سریع، چون اینجا مسیر نداره، مسیر رفت و برگشت هوا نداره، زودتر خراب نشه. یا اینکه میتونید یه سری سوراخ‌هایی در داخل این ایجاد کنید برای عبور هوا. این سوراخ‌ها رو ایجاد کنید خوبه، موتور مقدار بهتر خنک میشه. فقط موقع شستشو اینا باید حواستون باشه آب بهش نخوره، وگرنه آب از اون سوراخ‌ها وارد موتور میشه و مشکل براش ایجاد میشه. این قطعه آبی رنگی هم که اینجا میبینید معمولا در داخل بعضی از موتورها هستش. اسم این قطعه ها 2 نوع هستش. یه عده‌شون VDR هستن. این VDR ها شبیه خازن‌های عدسی هستن. VDR چیه؟ V از ولتاژ اومده، اون آر آخرش هم مربوط به مقاومت میشه، یعنی مقاومت تابع ولتاژ. مثل فیوز هست. فیوز زمانی که جریانت از یه حدی عبور کنه میسوزه، ولی این میگه نه، ولتاژ من اگر از 220 مثلا بشه 300 ولت من میسوزم. در رنج های مختلف با ولتاژ های مختلف هستش. در بعضی از موتورها هم اومدن خازن عدسی استفاده کردن که نویز رو بگیره، ولی اینجا VDR هستش. ولتاژ برق شرط به هر دلیلی زیاد بشه این میسوزه و دیگه چون اتصال میشه، یعنی عملا برق اینجا به زمین وقتی میسوزه مثل فیوز نیست که قطع بشه، اتصال میشه. زمانی که اتصال بشه جریان زیادی رو میکشه، حالا یا فیوز خود دستگاه یا فیوز خونه میده پایین. عملکرد و نحوه سیمپیچی و چجوری این موتور شروع به چرخش میکنه رو من داخل ویدیو تعمیر همزنگ که لینکش رو این بالا میذارم، شما میتونید ببینید. اونجا کاملا توضیح دادم که برق چجوری وارد زغال میشه، چجوری این آرمیچر یا روتور ما به چه شکل میچرخه، کار این بالشتک ها یا استاتور چی هستش و دورهای ما چجوری تغییر میکنه. حتما این ویدیو تعمیر همزن رو ببینید، نکات خوبی داخلش مطرح کردم.
من پیچای نگهدارنده موتور رو بستم. یه نکته‌ای که اینجا هست، معمولا ترموفیوز شما به راحتی پیدا نمی‌کنید، چون داخل مغازه هایی که قطعات تخصصی الکترونیک میفروشن میتونید این نوع ترموفیوز ها رو پیدا کنید. حالا من یه راهکار جدید به شما میگم، شما میتونید از این روش به جای ترموفیوز استفاده کنید و موتورتون هم آسیبی نبینه. شما میتونید این ترموفیوز رو بردارید، به جای ترموفیوز از فیوز استفاده کنیم. نکته‌ای که اینجا هست اینه که مقدار آمپر این فیوز چقدر باشه. ما فیوز 10 آمپر بذاریم، 20 آمپر بذاریم، چه فیوزی بذاریم؟ دو تا راه داره برای پیدا کردن این که ما چه فیوزی بذاریم اینجا تا این موتور ما ایمن باشه و اگر مشکلی براش ایجاد شد این فیوز بسوزه و دیگه موتورمون سالم بمونه، مثل همین الان که موتور سالم مونده بود. اولین کاری که باید انجام بدید، باید کاور روی دستگاه رو بردارید. این کاور روی دستگاه هست، معمولا روی هر دستگاهی یه برچسبی از مشخصات دستگاه نصب میکنن، هم اسم این شرکت سازنده و ولتاژ و جریان و وات دستگاه رو مینویسن. دقت کنید اینجا الان زده 240 ولت 50 هرتز یا 60 هرتز داره کار میکنه، یعنی با ولتاژ بین 200 تا 240 کار میکنه. وات دستگاه هم 400 وات اینجا ذکر شده. ما از روی این وات میتونیم مقدار جریان دستگاه رو حساب کنیم. به چه شکل؟ وات دستگاه گفتم برای ما زده شده 400 واتی. وات رو با پی نشون میدن. خب وات مساوی ولتاژ ضرب در جریان، این میشه وات مساوی ولتاژ ضرب در جریان. الان وات رو به ما داده، یعنی 400 وات رو ما داریم. ولتاژ برق شهرمون رو ما میذاریم 220 ولت ضرب در جریان. مقدار جریان رو ما نداریم. خب برای اینکه جریان رو حساب کنیم می نویسیم جریان مساویه، یعنی چی؟ یعنی 220 ضرب در چه عددی شده 400. خب جریان مساوی 400 تقسیم بر 220. اینجا جریان مساوی این تقسیم بر این میشه 1/8 آمپر. یعنی جریانی که این دستگاه ما در حالت دور تند میکشه 1/8 آمپر هستش که اینجا زده 400 وات. این دو تا دور داشت دیگه، دور پایینش که معمولا جریان کمتری میگیره، پس این برچسبی که زده برای دور بالا در نظر گرفته. شما با این فرمولی که اینجا نوشتم میتونید از روی وات شما بیاید آمپر رو حساب کنید. مثلا جارو برقی دارید زده 2200 وات، جریانی که میکشه چیه؟ 220 ضرب در چه عددی میشه؟ 2200 ضرب در 10. پس جارو برقی شما 10 آمپر جریان میکشه که جریان بالایی رو داره میکشه. خب پس عملا ما الان پیدا کردیم که فیوزی که اینجا میذاریم باید 1/8 یا 2 آمپر باشه. یعنی من به جای این میخوام این فیوز رو بذارم لحیم کنم اینجا، نباید از فیوز 1/8 یا از 2 آمپر بالاتر بذاریم. چرا؟ چون اگر بذاریم دیگه اصلا هیچ وقت اگر اتصالی هم بکنه این فیوز حالا نمیسوزه. پس یه فیوز 2 آمپر باید اینجا بذاریم. حالا من میخوام به شما نشون بدم که ببینیم آیا این واتی که روی دستگاه زده درست هست یا نه، یعنی این جریانی که این میکشه واقعا 1/8 آمپر جریان میکشه یا نه. برای این کار ما اومتر رو میاریم، در حالت جریان قرارش میدیم و جریان اینو اندازه گیری میکنیم. من اومتر رو بیارم. خب من اومتر رو آوردم. در مرحله اول اومتر رو در حالت جریان قرار میدیم. دوستان دقت کنید اینجا ولتاژ، اینجا که A زده یعنی A زده میشه جریان، اینجا جریان پایین هستش، اینجا که آمپر خالی زده میشه جریان های بالا. و این سیم اومتر یا همون مولتیمتر یا آوومتر رو من در میارم، چون اینجا اگر دقت کنید ببینید اینجا یه خطی زده اومده گفته قرمز، حتی اینجا هم قرمز کرده. پس این منفیمون سر جاش، اینجا که 10 آمپر زده یعنی تا 10 آمپر جریان میتونه برای ما اندازه بگیره. الان من اومتر رو با این کار در حالت جریان قرار دادم. دقت کنید اینجا حروف A هم برای ما داره نمایش میده. بیارم جلو. دقت کنید دوستان اینجا من سلکتور رو روی آمپر قرار دادم و اینجا هم نوشته. این سیم قرمز رو بر میدارم در اینجا جا میزنم. اینجا هم حرف آ افتاده و اینجا حرف دیسی، یعنی یه خط صاف افتاده. یعنی چی؟ یعنی اگر جریان دیسی رو بخوام بگیرم داره برای من نشون میده که من چون مولتیمتر اتومات است این گزینه رو میزنم و ببینید علامت AC اینجا افتاده و آمپر میگه اینجا مخصوص اندازه‌گیری جریان AC هستش. خب
شما اگر از این اوهمتر را دارید، از این مولتی متر را دارید، اینجا برای اندازه‌گیری ولتاژ DC هستش، اینجا ولتاژ AC و جریان DC رو برای ما زده. این مولتی متر توانایی اندازه‌گیری جریان AC رو نداره. اگر شما از این مولتی مترهای کلمپی دارید، یعنی یه حالت کلمپ سرش داره، شما میتونید خیلی راحت این کلمپش رو باز کنید، بندازید دور یکی از این سیم ها و به راحتی جریان رو اندازه بگیرید. ولی چون اوهمتر ما این قابلیت رو نداره، ما باید این کار رو انجام بدیم تا جریان رو اندازه گیری کنیم. خب دقت کنید، من اینجا شکل موتور رو کشیدم، یعنی این موتور ما اگر باشه برای اندازه گیری ولتاژ کاری نداشت، ما دو سر سیم هامون رو اوهمتر در حالت ولتاژ قرار میدادیم میگرفتیم. ولی برای اندازه‌گیری جریان باید این مولتی متر ما سری تو مدار قرار بگیره. یعنی به چه شکل؟ اینجا الان دو شاخه ما که باشه، الان اگر من بخوام جریان اینو اندازه بگیرم باید چیکار کنم؟ میام اینجا این سیمو این سیمو از اینجا قطع میکنم به این شکل. دقت کردید؟ یکی از سیم ها رو من قطع میکنم. اینجا الان داخل نقشه به شما نشون دارم یکی از سیم ها رو من قطع کردم، فرق نداره این سیم یا این سیم. بعد از اینکه این سیم رو قطع کردید، ما اوهمترمون دو تا سیم داره. این دو تا سیمو من میذارم این وسط، یعنی وصل میکنم به اینجا، این دو تا سیمو به این شکل. و چجوری میشه؟ یعنی سیمای اوهمت یکیش میاد به اینجا و این یکی میاد اینجا. در واقع یعنی برق میاد از داخل این اوهمت رد میشه، چون از داخل اوهمت رد میشه میتونه مقدار جریانش رو اندازه بگیره. خب دقت کنید، من اینجا یه دونه سوسماری به این سیم وصل کردم، آوردم کجا وصلش کردم؟ به این سیم اوهمتر. خب این سیم اوهمترمون وصل شده اینجا. این یکی سیم اوهمترمون هم توسط این سوسماری به کجا وصل شده؟ به اینجا. در واقع اوهمتر رو به این شکل من وصل کردم. الان کافیه من اینو بزنم داخل دو شاخه برق. اینجا هم در حالت جریان AC است. این کلید رو من از قبل پیدا کردم. این کلید دور تندش بوده و من اینو یه چسب زدم که دور تند همیشه وصل باشه. الان یعنی من اینو داخل دو شاخه بزنم این شروع به چرخش میکنه. خب من اینو با دست نگه میدارم، چون زمانی که به دو شاخه بزنم یه مقدار میچرخه. اینو وارد دو شاخه برق میکنم. دقت کنید دوستان، به عدد اوهمت نگاه کنید. این الان داره نزدیک 0.3 داره جریان میکشه. من الان اینو در بیارم، الان به دو شاخه برق وصله. چون من یکی از این سیما رو در آوردم در واقع مسیرش قطع شد. ما اینجا 1.8 حساب کردیم، ولی الان من میزنم اینجا. دقت کنید جریان چقدره، دقت کنید این نزدیک 0.3 هستش. حالا چرا این کمه؟ احتمالاً تحت فشار که قرار میگیره این جریان یه مقدار بیشتر میشه. حالا من اینو یه مقدار تحت فشار قرار میدم به این شکل. اینجا رو میخوام یه چیزی بذارم تحت فشار باشه، چون زمانی که کار میکنه عملاً جریان بیشتری رو میکشه. من اینو وصل کنم. در این حالت الان جریان رو ببینید دوستان، ببینید جریان بیشتر شد. دقت کردید این تا 6 اومد، یعنی نزدیک 1 آمپر. از 1 آمپر بیشتر نمیتونه بشه دیگه، نهایت تا 6 رفت. پس ما فیوزی که باید براش طراحی کنیم 1 آمپر هستش. 2 آمپر یه مقدار بالا میره. پس این نوشته ای که روی دستگاه چاپ شده درست نیست. 400 وات مصرفی این موتور نیستش. این موتور نهایتش 1 آمپر بکشه، ضرب در 220 میشه 220 وات. پس دقت کردید چون برچسبش درست نبود، ما اگر بر حسب این برچسب حساب میکردیم فیوز 2 آمپر میذاشیم، ولی الان من اومدم آزمایش کردم دیدم 1 آمپر باید فیوز اینجا جایگذاری کنیم. حالا من یک فیوز 1 آمپر پیدا کنم و اینجا با هم نصبش کنیم. ببینید فیوز سالم هستش. خب این از فیوز. بعد این سیمی که الان من اینجا قطع کردم و باید اینو مجددا وصلش کنم. خب قبل از اینکه اینو وصل کنم، من یه دونه وارنیش، یه تیکه وارنیش می‌ندازم داخلش. این وارنیش ها حرارتی هستن، خیلی چیزای کاربردی و خوبی هستن. میتونید تو الکتریکی ها تهیه کنید، در سایزهای مختلف هستش توی بازار. خب من اینو سرای این سیمو لحیم میکنم. این وارنیش هم میکشیم روش، یه مقدار حرارت میدیم با فندک تا این مثل اولش بشه. اینجا هم اگر دقت کنید ما اینو یه روکش وارنیش داشت دیگه، اینو برداشتیم. بهتون گفتم این فریت هستش. اینم سیمشو از اینجا جدا میکنم. خب بعد یه تیکه وارنیش میندازم روش این شکلی. یه وقت اتصالی با جایی
نداشته باشه به این شکل و اینو مجددا لحی میکنم سر جاش. خب این گرما که بهش میخوره خودش جمع میشه. ببینید الان چسبید دورش. حالا این قسمتی که ترموفیوز ما قرار داشت و ما اینو جدا میکنیم از اینجا. قبل از اینکه فیوز رو نصب کنم من یه وارنیش رد میکنم بره که بعد از اینکه فیوز رو نصب کردم بتونم اینو بکشم روی فیوز. این الان فیوز ما توی این مسیر قرار گرفت. میکشم روش، یه مقدار هم حرارت میدم تا جمع بشه به راحتی از روی فیوز جدا نشه. کافیه اینو ما جمع کنیم. اینجا یه بس کمربندی از این بسای زیپای پلاستیکی میزنم روی اینو. من یه زیپ پلاستیکی بیارم به این شکل. این از این. بعد این چسبیرم که زدم روی این کلید جدا میکنم چون برای تست اینو زده بودم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، موقعی که من میخواستم این کلید و برچسبش رو بکنم دقت کردم دیدم این سیمی که زدیم قطع شده بود، یعنی سیم بالشتک من قطع شده بود. من یه مقدار دنبالش گشتم ببینم سر کلاف بالشتک کجاست، بالاخره پیداش کردم و اینو تابیدم بهش، لحیمم زدم. یه مقدار هم میخوام پایان کار چسبش بزنم. حالا گفتم قبل از اینکه چسب بزنم به شما نشون بدم. دقت کنید دوستان اینجا، یعنی این سیم لاکی این کلاف قطع شده بود. من گشتم دنبالش ببینم سرش از کجا قطع شده. اینجا یعنی تابیدم بهش و بعد لحیمم زدم. همیشه سیمی که اینجوری قطع میشه شما سعی کنید اینو بپیچید به هم بعد لحیم بزنید، چون اگر لحیم خالی بزنید این زمانی که گرم میکنه سیم پیچش این لحیم ذوب میشه و اتصال ما قطع میشه. حالا جهت اطمینان من یه مقدار هم چسب حرارتی میزنم روش که لرزشش رو بگیره. شما چسب مزدا بزنید خیلی بهتر هست. حالا من چسب حرارتی میزنم چون اینو دیگه پیچیدم خیالم راحت هیچ وقت جدا نمیشه. مواظب باشید این سیم و زمانی که میخواید فیوز بزنید یا عوض کنید چون سرش به سیم لاکی وصله زیاد نکشید که اینجوری قطع میشه و دچار دردسر میشید. دقت کنید چسب حرارتی زدم. یه چیزی متوجه شدم گفتم اینم به شما بگم. دقت کردید که این دور بالا بود این یکی دور پایین بود، از همینجا میشه متوجه شد. دقت کنید این سیم ورودی برق ما هست دیگه که گفتم این نقش نویزگیر داره. اینجا رو دقت کنید یه وارنیش هست. من به این وارنیش مشکوک شدم. با این تیزبر روی این وارنیش رو برمی‌داریم ببینم چه چیزی اینجا قرار دادن. دقت کنید یکی عدد دیود گذاشته اینجا. دیود هم شمارش 54 1M 5408 هستش. یه دیود با وات بالا گذاشته. اگرم دقت کنید این از برق اومده کجا اومده زیر این کلید، یعنی دور پایین ما در واقع 110 هستش. این با 110 روشن میشه، تو دور بالا با 220 روشن میشه. به همین راحتی با یک عدد دیود تونسته سرعت کم و زیاد رو به این دستگاه بده. خب ما پیچای اینو بستیم، الان میخوایم تستش کنیم. دقت کنید دوستان الان به دو شاخه وصل هستش ولی من میزنم این روشن نمیشه. دیدید که قبل از اینکه این قابو ببندم با هم تست جریانشو که گرفتیم کلیدی که میزدم کار میکرد ولی الان کار نمیکنه. اول ویدیو هم اگه یادتون باشه بهتون گفتم چرا کار نمیکنه، چون این سر جاش نشسته. الان من این سرعت پایین رو که میزنم اینو فشار میدم، ببینید دستم روش نگه میدارم، اینو الان فشار میدم شروع به چرخش میکنه. حالا این یکی سرعت بالا میزنم اینو فشار میدم، ببینید این سرعت پایین، این هم سرعت بالا. بس شما اول به این نکات دقت کنید. اگر دیدید که روشن نمیشه احتمالاً این میکروسویچ ها وصل نیستن، یا اینو سر جای خودش قرار بدید دیگه مطمئنا این میکروسویچ ها میرن داخل و برق برای ما وصل میکنن. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستای خودتون ارسال کنید.